This journey begins in Jalalabad, Nangarhar, traveling by road toward the green valleys of Kinnar. As we move forward, the scenery slowly changes. Mountains rise higher, rivers flow beside the road, and nature surrounds us from every direction. The road between Jalalabad and Kinnar is more than just a path. It is a connection between culture, beauty, and peaceful village life. Every turn of the road offers a new view, fresh air, flowing water, and endless greenery. Our destination is Spinjomat, a place loved by locals and travelers alike. Spinjomat is famous for its delicious milk tea and crispy sambosa, enjoyed by many people who come here to relax and socialize. This is Kinnar, simple, beautiful, and full of life. Thank you for traveling with us. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. امروز می‌خواهیم شما را با یکی از ولایت‌های بسیار زیبا و سرسبز افغانستان، یعنی ولایت کنر، آشنا کنیم. ولایت کنر یکی از ولایت‌های کوهستانی در شرق افغانستان است که به خاطر طبیعت چشم‌نواز، جنگل‌های انبوه و رودخانه خروشان کنر شهرت دارد. این ولایت از طرف شرق با پاکستان هم مرز است و با ولایت‌های ننگرهار، نورستان و لغمان همسایگی دارد. مرکز ولایت کنر شهر اسدآباد میباشد. باشندگان ولایت کنر بیشتر پشتون هستند و زبان رایج مردم پشتو است. البته در برخی مناطق زبان دری نیز صحبت می شود. مردم کنر به مهمان نوازی، ساده زیستی و زحمت کشی معروفند. طبیعت کنر بسیار زیبا و دلانگیز است. این ولایت دارای کوههای بلند و جنگل‌های طبیعی مانند چهارمغز، جلغوزه و صنوبر می باشد. رودخانه کنر که یکی از مهمترین رودهای افغانستان است، از این ولایت عبور می کند و نقش بزرگی در زراعت و زیبایی منطقه دارد. تابستان‌های کنر معتدل و زمستان‌های آن سرد است. از جاذبه‌های دیدنی کنر می‌توان به رودخانه کنر، جنگل‌های نری، خاص کنر و سرکانو و همچنان مناطق تفریحی اطراف اسدآباد اشاره کرد. این ولایت برای عکاسی و گردشگری بسیار مناسب است. اقتصاد مردم کنر بیشتر بر زراعت و مالداری استوار است. از محصولات مشهور آن می‌توان جلغوزه، چهارمغز، عسل و میوه‌های کوهی را نام برد. همچنان تجارت محلی با پاکستان نقش مهمی در اقتصاد این ولایت دارد. اکنون می‌پردازیم به سفر از جلال‌آباد علی کنر. مسیر اصلی سفر جلال‌آباد به اسدآباد است که فاصله آن حدود 90 تا 100 کیلومتر میباشد. این سفر معمولاً 2 تا 3 ساعت زمان میگیرد و به وضعیت سرک و ترافیک بستگی دارد. برای این مسیر موتورهای شخصی و موتورهای مسافربری مانند هایس و فلانکوچ در دسترس است. هر روز از ترمینال‌های جلال‌آباد موتورها به طرف کنر حرکت می‌کنند. در برخی بخش‌ها سری کوهستانی و پیچدار است. به ویژه در زمستان و هنگام بارندگی باید با احتیاط سفر کرد. در پایان می‌توان گفت که ولایت کنر یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان است. ولایتی با طبیعت بکر، مردم مهمان نواز و مناظر چشم نواز. سفر از جلال‌آباد به کنر کوتاه و برای گردش و تفریح، به خصوص در فصل بهار و تابستان، بسیار مناسب است.
امروز می‌خواهیم شما را با یکی از ولایت‌های بسیار زیبا و سرسبز افغانستان، یعنی ولایت کنر، آشنا کنیم. ولایت کنر یکی از ولایت‌های کوهستانی در شرق افغانستان است که به خاطر طبیعت چشم‌نواز، جنگل‌های انبوه و رودخانه خروشان کنر شهرت دارد. این ولایت از طرف شرق با پاکستان هم مرز است و با ولایت‌های ننگرهار، نورستان و لغمان همسایگی دارد. مرکز ولایت کنر شهر اسدآباد می باشد. باشندگان ولایت کنر بیشتر پشتون هستند و زبان رایج مردم پشتو است. البته در برخی مناطق زبان دری نیز صحبت می شود. مردم کنر به مهمان نوازی، ساده زیستی و زحمتکشی معروفند. طبیعت کنر بسیار زیبا و دلانگیز است. این ولایت دارای کوههای بلند و جنگل‌های طبیعی مانند چهارمغز، جلغوزه و صنوبر می باشد. رودخانه کنر که یکی از مهمترین رودهای افغانستان است، از این ولایت عبور می‌کند و نقش بزرگی در زراعت و زیبایی منطقه دارد. تابستان‌های کنر معتدل و زمستان‌های آن سرد است. از جاذبه‌های دیدنی کنر می‌توان به رودخانه کنر، جنگل‌های نری، خاصه کنر و سرکانو و همچنان مناطق تفریحی اطراف اسدآباد اشاره کرد. این ولایت برای عکاسی و گردشگری بسیار مناسب است. اقتصاد مردم کنر بیشتر بر زراعت و مالداری استوار است. از محصولات مشهور آن میتوان جلغوزه، چهارمغز، عسل و میوه‌های کوهی را نام برد. همچنان تجارت محلی با پاکستان نقش مهمی در اقتصاد این ولایت دارد. اکنون میپردازیم به سفر از جلال آباد علی کنر. مسیر اصلی سفر جلال آباد به اسدآباد است که فاصله آن حدود 90 تا 100 کیلومتر میباشد. این سفر معمولاً 2 تا 3 ساعت زمان می‌گیرد و به وضعیت سرک و ترافیک بستگی دارد. برای این مسیر، موتورهای شخصی و موتورهای مسافربری مانند هایس و فلانکوچ در دسترس است. هر روز از ترمینال‌های جلال آباد، موتورها به طرف کنر حرکت می‌کنند. در برخی بخش‌ها سرک کوهستانی و پیچدار است. به ویژه در زمستان و هنگام بارندگی باید با احتیاط سفر کرد. در پایان میتوان گفت که ولایت کنر یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان است. ولایتی با طبیعت بکر، مردم مهمان نواز و مناظر چشم نواز. سفر از جلال آباد به کنر کوتاه و برای گردش و تفریح، به خصوص در فصل بهار و تابستان، بسیار مناسب است.
امروز می‌خواهیم شما را با یکی از ولایت‌های بسیار زیبا و سرسبز افغانستان، یعنی ولایت کنر، آشنا کنیم. ولایت کنر یکی از ولایت‌های کوهستانی در شرق افغانستان است که به خاطر طبیعت چشم‌نواز، جنگل‌های انبوه و رودخانه خروشان کنر شهرت دارد. این ولایت از طرف شرق با پاکستان هم مرز است و با ولایت‌های ننگرهار، نورستان و لغمان همسایگی دارد. مرکز ولایت کنر شهر اسدآباد میباشد. باشندگان ولایت کنر بیشتر پشتون هستند و زبان رایج مردم پشتو است. البته در برخی مناطق زبان دری نیز صحبت می شود. مردم کنر به مهمان نوازی، ساده زیستی و زحمت کشی معروفند. طبیعت کنر بسیار زیبا و دلانگیز است. این ولایت دارای کوههای بلند و جنگل‌های طبیعی مانند چهارمغز، جلغوزه و صنوبر می باشد. رودخانه کنر که یکی از مهمترین رودهای افغانستان است، از این ولایت عبور می کند و نقش بزرگی در زراعت و زیبایی منطقه دارد. تابستان‌های کنر معتدل و زمستان‌های آن سرد است. از جاذبه‌های دیدنی کنر می‌توان به رودخانه کنر، جنگل‌های نری، خاص کنر و سرکانو و همچنان مناطق تفریحی اطراف اسدآباد اشاره کرد. این ولایت برای عکاسی و گردشگری بسیار مناسب است. اقتصاد مردم کنر بیشتر بر زراعت و مالداری استوار است. از محصولات مشهور آن می‌توان جلغوزه، چهارمغز، عسل و میوه‌های کوهی را نام برد. همچنان تجارت محلی با پاکستان نقش مهمی در اقتصاد این ولایت دارد. اکنون می‌پردازیم به سفر از جلال آباد علی کنر. مسیر اصلی سفر جلال آباد به اسدآباد است که فاصله آن حدود 90 تا 100 کیلومتر میباشد. این سفر معمولاً 2 تا 3 ساعت زمان میگیرد و به وضعیت سرک و ترافیک بستگی دارد. برای این مسیر موتورهای شخصی و موتورهای مسافربری مانند هایس و فلانکوچ در دسترس است. هر روز از ترمینال‌های جلال آباد موتورها به طرف کنر حرکت می‌کنند. در برخی بخش‌ها سرگ کوهستانی و پیچدار است. به ویژه در زمستان و هنگام بارندگی باید با احتیاط سفر کرد. در پایان می‌توان گفت که ولایت کنر یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان است. ولایتی با طبیعت بکر، مردم مهمان نواز و مناظر چشم نواز. سفر از جلال آباد به کنر کوتاه و برای گردش و تفریح، به خصوص در فصل بهار و تابستان، بسیار مناسب است.